عزیزان گرامی، جلسه ما و شما امروز انشاءالله آغاز میکنیم و ما و شما در این جلسه خود معرفی کورس خود شده تعوذ را میخوانیم، معنا و مفهومی و پیام هایی که به ما و شما داره و ما وقتی که در نماز در آیات تلاوت قرآن کریم تعوذ را میخوانیم، من بعد چی تغییرات باید احساس کنیم انشاءالله ای را ما و شما میخوانیم. بعد از او نقطه دوم و گرامر یا قواعد عربی هست که او عبارت از ضمایر متصل هست و در اخیر هم نکات تربیتی و مفاهیم تربیتی داریم که با هم شریک می سازیم. انشاءالله شما این طریقه و این روش را اینطور می فهمین که بعد از او که شما این درس را برگزار می کنین، از همه پیش اذکار نماز یا تلاوت قرآن کریم، آیاتی که ما و شما می خوانیم او را به همه شرکا تکرار میکنیم. علتی او است که عموما مسلمانان نماز را در طفولت یاد گرفتن و بعد از او اینا کلان شدن به امو نمازی که در خردی یاد گرفته یا از بیبیجی یاد گرفته، از مادر کلان، که متاسفانه خود اونا هم یاد نداشتن صحیح. بعضی انسانا کلشان کلان شدن و نمازش امو مانده، لیکن در حلقه تعلیم این عیب نیست، کسی احساس نمیکنه، چون که تعلیم است همه ما شما یاد میگیریم. به این خاطر این شواره ما شما پیش میگیریم که وقتی که هر ذکر از اذکار نماز یا سوره های را که ما میخوانیم انشالله با هم او را تلاوت میکنیم. شما پشت ما بخوانین: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 شما بخوانين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 جسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 جزاكم الله خير. از تعوذ ما و شما به این خاطر شروع میکنیم که قبل از خواندن قرآن کریم ما مأمور هستیم به این که اعوذ بالله را بخوانیم. پیش از اینکه قرآن را آغاز میکنیم الله رب العالمین به ما و شما امر فرموده: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. و شاید بسیار برای شما قابل تعجب باشه که هر کار دیگری که ما و شما آغاز میکنیم به ما و شما امر شده که او کار را با بسم الله آغاز کنیم. حدیث شریف شما یاد دارین نه؟ بجز از قرآن کریم امر شده وقتی که را آغاز میکنین به چی آغاز بکنین؟ به اعوذ بالله آغاز بکنین. نکته در اینجاست عزیزان من که شیطان تا اخیرین حد کوشش میکنه که کسی به قرآن نزدیک نشود. دیگه کل کارا را بکنه خیر است، اگر به این وصل شد با زور ما نمیرسه شیطان میگوه. اگر کسی به این وصل شد و یک بار ای را
یعنی مشعل راه برای خود گرفت و به این مرتبط شد دیگه باز هر طریقه و هر چیزی که استفاده کنیم باز کار نمیده. به این خاطر به هر قیمت شیطان کوشش داره که کسی به قرآن وصل نشود. خیر است نوافل را بخوانه، خیر است فرق نمیکنه، اینطور کارای خیر بکنه، خو کاری که به قرآن تعلق گرفتن است با این خاطر است که یک تعداد بسیار بزرگی که غیر متصل هست به قرآن اصل شیطان معنی هست. یک بانا نه یک بانا پیدا میشه، اما برنامه قرآن که آغاز میشه او در وسط یا در آغاز ختم میشه. فلهذا مسلمان وقتی که در ابتدا میخواه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تاکه از این شر شیطان محفوظ بمانیم و این مسیر را بپیماییم و ایرا به اصطلاح ایرا وصل بکنیم. اعوذ عموما اعوذ را شما چی ترجمه میکنین؟ پناه میخواهیم یا پناه میخواهیم. ما ایرا ترجمه کردیم اعوذ در پناه میاییم. پناه میخواهیم یک معنی هست، لیکن در پناه میاییم دیگه معنی هست. پناه میخواهیم به دروازه آمدیم تک تک دق الباب کردیم، اگر اجازه داد میاییم، اگر نداد پس میریم. لیکن در پناه میاییم این معنی که چاره معنی است تاکه پناه تو به ما حاصل نشوه. الله کارای ما خراب است، تا امو وقت میره هستیم و به این اصرار داریم یا الله که در پناه تو میاییم، در پناه تو میاییم. اعوذ به این تعبیر 7 بار در قرآن کریم آمده. اعوذ یاد درک شما میبینید. عزیزان گرامی در پناه آمدن چند چیز کار داره. یکی که او شخصی که خودش پناه میخواه پناه گزین است، یک او جایی که یا او ذاتی که به او پناه میبره، و چیز سوم که تعوذ را تکمیل میکنه او چیزی که از او پناه میخواه. در هر پناهی 3 چیز است. چند چیز است؟ اول چی هست؟ امو شخص متعوذ پناه گیرنده. دوم او ذاتی که او جایی که او کشوری که به او پناه میبره، و سومین چیز او چیزی که از او پناه میبره. این 3 چیز پیش انسان باید چی باشه؟ مستحضر باشه. اول خو ایره شما بفهمید. اعوذ یک شخص میگوید یا الله ما در پناه می، من خود من شخص من، این به دیگرای پناه نمیطلبیم برای خود. و از چی پناه میطلبیم؟ چی خطر هست؟ خطر شیطان هست، شرور شیطان، شر، از او پناه میخواهیم. و در دنیا هیچ قوت از این شر مرا نگهداری کردن نمیتانه. هر قدر جای محفوظی را اگر بسازیم، باز می شیطان اونجا آمد و رفت داره، اونجا راه پیدا میکنه، اونجا میآید و در شر او گرفتار میشیم. فقط پناه تو یگانه چیز است که ما را پناه میده. عزیزان گرامی ما و شما وقتی که اعوذ بالله میخوانیم، از این روز به بعد که ما و شما میخوانیم باید تعوذ ما شاید تبال 40 سال خوانده باشیم، کسی 30 سال خوانده باشه، کسی 50 سال خوانده باشه، باید من بعد یک معنی دیگری را پیدا کنه اعوذ بالله. و او به این قسم پیدا میکنه عزیزان گرامی که اگر شما در بعض کارخانه های کلان رفته باشین، خصوصا جایی که کمیکل زیت استفاده میشه،
جایی که شعاعهای خطرناک است اونجا به بردها نوشته هست سیفتی فرست، اول خود را حفاظت کو. شما به بعض شفاخانه که میرین، به بعض شفاخانه خطرناک به شما چی میپوشانه؟ نه لباس خاص میپوشانه، چپلقای خودم اونجا نمیبرین و بعض لباسای خاص هست. بعض کارخانه اگر شما رفته باشین اونجا امی هست سیفتی فرست. یا میگوین که get protection. شما به یک کار آمدین اینجا، لیکن این طور نشوه که پیش از اینکه او کار انجام بده خود در مشکل گرفتار شوی. از همه پیش حفاظت خود انسان است. اگر انسان خودش محفوظ نباشه، خودش هیچ کاری کرده نمیتونه. ما و شما اگر فی الحال محفوظ نشویم، یہ کار ما به هدر است. یہ شیطان می آیا نیت ما را فاسد می سازد. یہ شیطان می آیا اراده ما را خراب می کند. یہ شیطان می آیا ما را بیراه می کند از کار خیر. لیکن اگر در حفاظت قرار گرفتیم، خود ما در اول باز پیش میریم در هر عبادت همیطور بسیار همیطور به تمکن، بسیار به اعتماد، بسیار به اطمئنان پیش میریم. لیکن اگر خود ما محفوظ نباشیم چطور پیش رفته میتونیم؟ به امی خاطر ما در دنیا که زندگی میکنیم این کارخانه هست، کارهای بسیار مختلف در اینجا انجام میشه. ما و شما من حیث یک کارگر اینجا یک کار خود را انجام میتیم، لیکن انجام دادن این کار ایجاب میکنه که خود ما و شما محفوظ باشیم. اول اگر خود ما در این کارخانه بزرگی عالم محفوظ نبودیم، هیچ چیز جان شاید بعضی کارا را بکنیم لیکن نتیجه هیچ. به این خاطر ما و شما میگوییم که اعوذ در ما ترجمه اعوذ را چی کردیم؟ در پناه می آییم، فقط نمی خواهیم. خواستن خوی است، اگر دادی خوب، اگر ندادی خیر است، ما رفتیم کار نداریم. نه، کار ما خراب است، کار ما توق جور نمیشه که اگر پناه تو به ما حاصل نشده باشه. اعوذ بالله برا عموما ترجمه میکنه با درم ترجمه میشه و بم ترجمه میشه به فارسی. در پناه الله می آیم بالله، بخاطر که این مشکل و خطر به حد کلان است که بجز از او ذات عظیم کسی دیگه پناه داده نمیتواند. بالله لفظ الله، این لفظ مبارک، این اسم عظیم، لفظ الجلاله، این نام ذاتی الله رب العالمین، او ذاتی که واجب الوجود است، وجود او واجب است و دیگه کل مخلوقات ممکن الوجود هستند. ما و شما دیروز نبودیم، یه عالم روان بود، خیر خیریت بود. فردا باز نمی باشیم، بازم یه خیر خیریت می باشه. فهمیدین؟ بسیاری مخلوقات کلان نبودن دیروز، هم یه عالم روان بود، پادشاهی او روان بود و امروز که هست هم روان است. او ذات واجب الوجود است جل و علا شانه، او متصف به تمام صفات کمال هست. هر صفت کمال و جمال به درجه اتم جل و علا شانه به او صفت متصف هست و از هر صفت کمی و نقص و پاک است. چیزی را که ما و شما تسبیح میگوییم، چیزی را که ما و شما تحمید میگوییم. بالله ما او که
به تمام صفات کمال متصف است، امو ذات میتونه که ما شما را پناه دهد. موتر زره نمیتونه پناه بده، قصرهای قشنگ و بلند و محکم نمیتونه پناه بده، انسانایی که بسیار اسلحه و وسائل دارن نمیتونه پناه بده. اعوذ بالله، اعوذ ما در پناه الله می آیم، الله جل و علا شانه. اعوذ بالله. عزیزان گرامی، ما و شما گفتیم که من بعد اعوذ بالله یک معنای دیگری را باید پیدا کنه. در نماز که میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلاوت که میکنیم امو که پیش میخواندیم او خداوند او را قبول فرماید. توتی گونه که نئی احساس داشتیم که ما من حیث پناه گیرنده خود را در تصور خود بیاریم و او ذاتی که در پناه او می آییم او را مستحضر بکنیم و او شر و خطره شدیدی که ما با او مواجه هستیم او را مستحضر بکنیم. همینطور خوانده رفتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بالله من الشیطان الرجیم. من بعد یک معنی دیگه جدیدی را باید پیدا کنه. اعوذ بالله من را ترجمه کنین از. این من شما میفهمین در قرآن کریم از 3200 بار بیشتر آمده. اینجا که من یاد گرفتین هر جای من امی از معنا داره. فهمیدین؟ در یک روز که 3000 جای کسی یاد میگیره ای سخت است، بسیار آسان است، بسیار آسان است. شیطان که با الف لام آمده به این معنی که از جنس شیطان، از همه شیاطین پناه میخواهیم. علما می فرماید که یک معنی ای است که از تمام انواع شیاطین که الف لام بر جنس است، به جنس شیاطین. و اگر شیاطین جنی باشه، در شیاطین جنی خرد باشه یا کلان باشه، شیاطین انسی باشه در خرد باشه یا کلان باشه، از جنسی این شیطان ما پناه میخواهیم. و یکی است که الشیطان او شیطان معهودی که قسم خوردگی هست، قسم خورده بود. الله رب العالمین را چالش کرده بود که ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. از این شیطان خطرناک پناه میخواهیم. الرجیم این شیطان و شیاطین در قرآن کریم زیاد استعمال شده و گاهی مصداق او شیاطین انسی هست، گاهی جنی هست و گاهی اردو هست. الشیطان الرجیم. رجم شما میفهمید زدن را میگوید. کسی که زده میشه او دور میره، او مردود میشه. این رجم فیزیکی هم صورت گرفته که به شیطان که به اسمانه میرفت رجم میشد، رجوما للشیاطین. و یک رجم دیگه که از رحمت الله رب العالمین دور شده، از اون محروم شده. یعنی اگر شما میخواهین که معنی رجیم را درست یاد بگیرین، این سوال را مطرح کنین که این شیطان آیا به رحمت الله رب العالمین نزدیک است؟ جواب چی هست؟ دور است. نه؟ دور است. دور که است یعنی از رحمت الله رب العالمین محروم، از رحمت الله رب العالمین دور افتیده و به قهر و غضب الله رب العالمین گرفتار. عزیزان گرامی،
شیطان کی هست؟ شیطان بزرگترین و خطرناکترین دشمن انسان است. شیطان او کسی هست که از آدم علیه السلام گرفته تا به امروز میلیاردها انسانها را بیراه کرده، گمراه کرده. او مخلوقی هست که به جرأت به جنت رفته و پدرجان ما و شما را فریب داده، اونجا فریب داده و بر به جسارت و جرأت تمام به الله رب العالمین چیلنج داده که ای بندگانی تو را گمراه میکنیم، لأغوینهم اجمعین، بلام تأکید و بنون تأکیدی گفته که همه اینا را گمراه میکنیم. و این شیطان خطورتش در ای است که هر کس که به هر شکل است به همون شکل خود جور میکنه. شیطان دکتر است، شیطان معلم است، شیطان مولا است، یعنی خود همین قسم جور میکنه. و بس خطورتی شیطان ای است که بثوب و بلباس خیرخواه می آیا، قسمم میخوره که ما بسیار به تو خیرخواه هستیم، با پدرجان و مادرجان ما و شما میطور کرده بود. و قاسمهما، پیش اردویشان قسم یاد کرده به اردویشان، انی لکما لمن الناصحین، برای اردوی شما ما خیرخواه هستیم. مشکلش دی است، مشکل یک دشمن که اعلان بکنه و چی بکنه و فریب نته، انسان میتونه از خود چی بکنه. و داها و صدها و هزارها نیرنگ و چل داره که انسان فریب بده. و هدفی کلی جد و جهدی و ای است که لشکر خود را زیاد کنه در جهنم. و کوفتی که در دل او باقی هست دل خود را یخ کنه که اینا را هم کشاندیم به جهنم. به این خاطر ای چی میده انسان، مشکل انسانی است که او فراموشکار است. در یک درس که میشنه و خطورت شیطان میگه که ای را میزنیم به بدبخت، ای طور میکنیم و کمی که میره امونجا برش دم میگذاره، هیچ نمیفهم سرش. فهمیدی؟ خطورت شیطان دایی است عزیزان گرامی که گفته که از پیش روی و پشت سر و از دست راست و دست چپ، ای به این معنی که هیچ راه و هیچ طریقی را نمیگذاریم مگر این که ما سری و حمله میکنیم. به این خاطر خو ما به شما گفتیم که خطورت شیطان و شر شیطان به آن قدر خطرناک است که دیگه هیچ کس و هیچ چیزی پناه داده نمیتونه بجز از پناه الله رب العالمین. عزیزان گرامی، دیگه مشکل ای است که شیطان به همه ما و شما کار داره. این طور نیست که یک شیطانی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم چی بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که او را ما تابع خود کردیم، تابعش بود. به هر کس در هر وقت سر و کار داره و یک پیچکاری به تعبیر عامی خطرناک داره. همینطور انجکشن کسی نمیبینه، انجکشن های انسولین که از اون پد اینجا پیش میکنه، پخش میکنه موچی را، هیچ ندیده نمیشه. تصور انسان در یک لحظه غلط میسازه، نیتش خراب میکنه، بالکل را و مو اراده ای که خسته و بالکل از او را فراموش میکنه. به این خاطر عزیزان گرامی او مسلسل حمله میکنه
در مسجدم ازو در امان نیستیم، در خانم در امان نیستیم، به دفتر که بریم اونجم در امان نیستیم، یک جایی که درس و تدریس میکنیم اونجم در امان نیستیم، یک جایی که درس میشنویم اونجم در امان. در نماز، در عین نماز، در عین نماز الله اکبر که بکنی و میآید. و این نماز شیطان خاص است. در حدیث نامی او آمده خنزر یا خنزر. کل کارای دنیا و جهان را به یاد شما در امون نماز یاد می. پیش امام صاحب میگوید که یک کسی آمده بود که ما جای پول را چی کردیم، پیش همی صفحه نبود، مردم به زمین می سپردن. زمین ویگه بسیار امین است، خیانت نمی کنه. او گفت که کدام جایی را گور کردیم پول ما از یاد ما رفته. او برش گفت مصروف بود که یک 2 رکعت نماز بخوان باز گپ میزنیم. ای که استاد شد سلامی خدا داود میگه به یادم آمد، به یادم آمد. برش گفت که همون 2 رکعت خوب پورا میکردی. یعنی این طور خطرناک است. خطورتی و عزیزان گرامی ای است که یک تعداد عظیمی از انسانان او را در لشکر خود شامل کرده. قرآن کریم به این تعبیر گفته که وشارکهم فی الاموال والاولاد. این مشارکت داره. یک کسی اولاد خود را به چی مشکل کلان میکنه، یک 5-6 10 فرزند داره، میگه که کلش بری تو سپردم. یکیش را بدماش میسازه، یکیش را ظالم میسازه. یو خو کل کار شیطان را میکنه. مالی که به چی مشکل به دست آورده او را اینطور دلار باران میکنه به محافل فسق و فجور و چی. این مشارکت داره شیطان. 6 تا قمنده صادر میکنه، انسان او را اجرا میکنه. عزیزان گرامی، علی شیطان مشکل دیگه شی است که شاید شما همون شیطان اصلی جنی در میان شما کسی او را ندیده تا ولی یا کسی دیده نمیشه. قرآن کریم فرموده انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. او شما را میبینه، نمی فی الحال لی لحظه میبینه، لیکن ما و شما او را نمیبینیم. خو یک کسی به این خطورت که او دیدم نمیشه که ببینیم یک چند سیلی بزنیم، یک چوب بگیریم خوب پورا فرش کنیم، دیده نمیشه. خو اگر دی انسان ها بعضی مردم هستن، اگر کسی بسیار میطور شریر است میگوی که ایره کمی مسلمان میسازیم، کمی نمازخوان میسازیم دیگر که از شرش محفوظ باش، از شرش محفوظ شویم. این عظیم خطا خورده دیگه. مسلمانی از او نیست که او مسلمان کنیم، او را دعوت اسلام به او پیش کنیم. از این برآمده، ایبا ورزیده و کان من الکافرین. قرآن کریم در حق او فیصله کرده. فلهذا عزیزان گرامی، این شیطان کوشش داره به تمام قوت که جمع خود را کلان بسازه و در جهنم اینا را ببره. و باز در آخرت این شیطان در جهنم یک تقریر میکنه، به یک منبر جهنمی آتشین استاد میشه و تقریر میکنه. قرآن کریم از او قصه یاد فرموده. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الشیطان لما قضی الامر. وقتی که فیصله شوه و اهل جنت به جنت بره و الله رب العالمین همه ما و شما را از اهل جنت بگردن و اهل جهنم به جهنم بره و ای استاد میشه تقریر میکنه. در تقریر میگوه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم و اخلفتکم. الله رب العالمین به شما بر حق وعده کرده بود و ما که وعده کرده بودیم ما مخالفت کردیم. به شما گفت باغ ها را نشان میدادیم که باغ نبود، سراب بود. و بعض اونجا مردم از او شکایت میکنه، به او قار میشه که تو را خدا بزنه که تو خو میگفتی که ما خیرخواه هستیم،
تو خمار به اینجا رساندی. یہ شیطان میں گویا کہ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. بالای ما شما کدام سلطان نداشتیم که به زور شما را چه ورده باشیم. ما فقط شما را راهنمایی کردیم، دعوت دادیم و شما دویده آمدیم. فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. مرا ملامت نکنین، خود را ملامت کنین. عزیزان گرامی و چه قسم خطرناک روز باشه. موضوع جدا خطرناک است، جدا خطرناک است. به این خاطر است عزیزان گرامی ما و شما اعوذ بالله میخوانیم، لیکن یک سخن را به شما بگویم که وقتی که انسان خطورت را احساس نکنه، خطر را احساس نکنه و اصلا آمدگی نمیگیره. ما و شما که همینطور چی میگیریم، بسیار سطحی و ساده میگیریم موضوع را. به این خاطر ما مستیز و جنگ که ما در او قرار داریم خطورت او را احساس نکردیم. سعی کنین کسی اگر خطر احساس میکنه میرا لایسنس میگیره، یک میل اسلحه میگیره. کسی که کم قماندان صاحب است به او دولت موتر میتا، زره موتر میتا. کسی که است به او بادیگارد میتا. او چون که احساسی چی میکنه؟ خطر میکنه. لیکن کسی که احساسی خطر نکنه خیر خیریت است، هیچ گپ نیست. همینطور میگوین در مورد شیطان همی قسم واقع شده. کل چیزای ما را به تاراج برده. به ایمان ما حمله میکنه، به اخلاص ما حمله میکنه، به تقوا و پرهیزگاری ما حمله میکنه، می جنگانه به مردم. و ما میگویم که این بسیار مشوره خوب میته، انډیوال است، انډیوال است. خو خطر در اینجاست. به همی خاطر تعوذ ما اعوذ بالله را که میخوانیم و محل اعرابی متعوذ معلوم نیست و اصلا احساس خطر نمیکنه. همینطور یک چیزی است به زبانش میآید و میگوید. لیکن اگر او به معنای واقعی این خطر را احساس کنه و این جنگ را احساس کنه، بعضو تعوذ به معنای واقعی میکنه. اعوذ بالله بس به یک معنای دیگری داره. فلهذا عزیزان گرامی ما و شما یه علمای را ذکر کرده که یکی از نشانه های انسان کامیاب است که او همیشه در تمام کارهای خود اول حفاظت خود را میکنه. اگر تاجر است اول خود را محفوظ میکنه که حداقل به دکان خو رفته آمده بتانه. اگر کدام جای کدام وظیفه داره به این خاطر سیفتی فرست امی معنا را داره. بعد از او کارهای بعدی هست. اول که انسان از این محفوظ نباشه که خودش در حفاظت نباشه چطور یک کار را انجام داده میتونه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عزیزان گرامی به امی خاطر است که قرآن عظیم الشان به ما توصیه فرموده که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. تصریح فرموده یا فرموده که انه لکم عدو مبین، دشمن اشکار است. اگرچه بظاهر بعضی چیزا بسیار خوشنما نشان میده، بسیار خوب، اینا با بعضی همسایه اینا او را چی کردیم زیر دست خود ساختیم، اینا فلان را زمینش گرفتیم، اینا ای کار کردیم، او بسیار او را چی نشان میده که اولا بسیار قهرمانی کردی. او را انسان دوست گفته چی میکنه تعامل میکنه بو. قرآن کریم میفرمایه که او دشمن هست و دشمنی او به حد اشکار است که اعلان کردگی هست. و اعلان کرده دشمن درست است که از نظر ما و شما پنهان است، لیکن دشمنی او که هست به او سازگاری نمیشه که بگویم که خیر است. میگه کسی بچی رفته بود به عمره، حج رفته بود به حج، به جمرات که رسیده بود، میگه خوب میبینی که کل از سنگریزا پیش ما از خطور نمیزنیم، هیچ نه تو به ما کار داشته باشی نه ما به تو کار داریم.
میگه این طور نمیشه که با بگویم که تو به ما غرض نگیر ما به تو نمی. این طور نه. قرآن فرموده فاتخذوه عدوا، به اون مردانوار شما دشمنی را اعلان کنید. و یک چیز دیگه امی آیات بعدی که عزیزان گرامی که در وقت آغاز تلاوت قرآن کریم ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را میخوانیم، بعد از او الله رب العالمین به ما و شما کمی از این شیطان خطرناک کمی اطمئنانم داده. خو ایست که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلى ربهم، بکسایی که دارای ایمان هستند و با الله رب العالمین بقوت الله رب العالمین توکل و اعتماد داره، بالای اونای سلطه نداره. این طورم نیست. سلطه بالای کی داره؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه، یکی به او دوستی میکنه. یک جوان است خوب کارای بد برش چی میتوله میگه که بسیار مشوره خوب داده، به او دوستی میکنه. او برش میگوه نماز بسیار خوانده، مردم که خوانده ازی چی جور شده، میگه قرار شد. او فکر میکنه که بسیار مشوره خوب داده. انما سلطانه علی الذین یتولونه، کسی که به او اما درفت داره، گپی او را میگیره، به او موالات داره، به او دوستی میکنه، بس بی بالایش سوار میشه. بالایش سوار میشه هر طرف. یعنی بعضی قایزه با اصطلاح لگامش در دستی او میباشه، هر طرف که باز میبره امو طرف میره. این بالایش سوار است. کلان آدم است، شیطان بالایش سوار است. کلان آدم است، خطورت دایی است. پس عزیزان گرامی، اعوذ بالله را در زندگی خود چی قسم پیدا میکنیم؟ ما به شما دیروز گفته بودیم که این ورکشاپ یکی از خصوصیاتش است که آیات قرآن کریم چگونه و جز زندگی ما شود. فقط معلومات نیست، معلومات زیاد بکارم به این معنی نیست که فقط اگر معلومات چی باشه، این موبایل از همه ما و شما معلومات بیشتر داره. حافظ قرآن هستی یعنی محفوظ داره. فهمیدی؟ بخاری دایی است، مسلم شریف دایی است، صحاح سته کلش دایی است. خوی معلومات بدر نمیخوره او علم که او به او عمل کنه انسان. با همین خاطر خو رسول الله صلی الله علیه و از علم غیر نافع پناه خواسته بود. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. علم نافع می است که به زبان انسان باشه و در عمل نباشه. پس بعد از این فهم ما و شما تصور بکنیم این معانی و مفاهیم و از الله رب العالمین دعام بکنیم که الله این تعوذ کی قدر مهم است. یک بار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دو نفر را دیدن که جنگی بودن و یکیش قدر قار بود که می رگای چیش پوندیدگی بود. رسول الله صلی الله علیه و فرمود که ما یک کلمه را یاد داریم، اگر اینا بخوانه فوراً موضوع اینا حل میشه. بس فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این قدر کارم میکنه اعوذ بالله. بس فهمیدین؟ بعد از این دعا بکنیم و خود را محاسبه بکنیم و بعد از او یعنی محاسبه به این معنی که را ببینیم که ما آیا خود را غیر مسئول احساس کردیم؟ آیا زیر حملات و یورش های شیطانی خود را تصور کردیم که ما قرار داریم؟ بعد از او ما و شما اعوذ بالله را بخوانیم و ای را محاسبه بکنیم. محاسبه خودی که صبح که شروع شد تا بال چند باری فریب داده و چند نفر به جنگ انداخته، چند جای بی مورد قار کردیم، مال کسی را خوردیم خدا نخواسته، با کسی تعارض بی جای کردیم، با یک خدا نخواسته ابروی کدام مسلمان را ریختاندیم،
یک کلمه شر به زبان اما آمده، کدام مؤامره چیدیم در حق یک مسلمان، این کلش انسانی را چی بکنه؟ هر چی را که دیده بس بفهمه که شیطان سر ما کرده. فهمیدی؟ و بعد از او پلان است، پلان را جور کنه و در پلان ای را بسنجه که چی سبب شده کارا سر ما انجام داده. دوستا و رفقای بد هست، کمپانی که ما دو قرار داریم او هست، ای وسائل جدید هست، یا ما حول خانه ما امی قسم هست. ای را بس چی بکنه و ای را استاسته او را برطرف بکنه و بعد از او امی پرکتس را کرده برا که به معنی واقعی در پناهگاه واقعی قرار بگیره. بعد از او که محفوظ شد باز دست شیطان خلاص، هیچ چیزم باز کرده نمیتانه، هیچ چیزم کرده نمیتوانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بعد از اذان گرامی این مفاهیم را به دیگران برسانیم. به خاطر این که اعوذ بالله را ما و شما زیاد خواندیم و میخوانیم، لیکن خواندن تا خواندن است. یک اصطلاح ما داریم توتیگونه. توتیگونه ای را میگوین که ای توتی ها گپ را یاد میگیره. توتی را دیدی که گپ میزنه؟ ما یک توتی را دیدیم که سوره فاتحه را میخوان، به تجوید میخوان، لیکن نمیفهمه. او یک کسی توتی داشت، توتی را میشناسینی؟ به او یاد داده بود که کسی که به تو دانه میندازه او طرف نروی، او سیاد از تو را میگیره و از تو را میبره. ای را گفته میرفت و او طرف روان بود، چون که نمیفهمی. ما و شما هم در بسیاری اوقات عزیزان گرامی اذکار ما، تعوذات ما توتیگونه هست. باید از او دیگه برایم، از او برایم و این تغییر امو وقت می آید که ما از او برایم. ما و شما انشالله نماز را میخوانیم با هم. اونجا جمع چی میشه و درس خود را تکمیل کرده میخوانیم. سیست انشالله اخیر نمیشه که دی روزم اونجا چی بود. پس با امی تصور و امی احساس همه شما یک بار اعوذ بالله را یک بار با هم میخوانیم و بعد از او هر یک ما و شما با امی تصور و با امی احساس و با امی مفاهیم و امی پیام هایی که تعوذ داره یک بار هر برادر میخوانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یک بار دیگه بخوانیم. یک بار دیگه بخوانیم. جزاکم الله خیر. عزیزان گرامی، در قواعد بخش دوم ما و شما قواعد داریم، ضمائر متصل داریم. لیکن پیش از اینکه را بخوانیم بعضی دوستا جدید آمده متد تی پی آی به ما تکرار کنه. دستای خود را اینجا بگذارین. همه با هم. شکر. این ضمائر منفصل هست. منفصل به این معنی که جدا جدا می آید، نه به حرف یک جای است، نه به اسم، نه به فعل. هم، هو، انت، انتم. فهمیدین؟ به این خاطر ایرا منفصل گفته میشه. این ضمائر منفصل را ما شما با امی متد تی پی آی یاد میگیریم. کلتان دستایتان طرف راست بکنین. یک انگشت. یک چی معنی داره؟ یک معنی یک و او معنیش است یعنی او دور، یعنی غائب. فهمیدین؟ فهمیدین؟ یک معنی یک هو و ای چی معنی داره که جمع، یعنی هم. و ای که به شما اشاره میکنیم با مو شخص شما، یعنی شما یک نفر، نه شما مخاطب و به همه شما. و ای اشاره انا، و ای اشاره
و این اشاره به دست چپ بود، چون که دست راست پورا شده بود. نه کل انگشتان یک انگشت هي. فهمیدین؟ پس تکرار کنین هو به اشاره هم، انت، انتم، انا، نحن، هي. یک بار دیگه هو چی معنی؟ او چند نفر. و هم چی معنی؟ یعنی چی معنی؟ آنها. و انت چی معنی؟ انتم چی معنی؟ انتم شما و انتم هم شما، شمایان. و انا چی معنی؟ و نحن چی معنی؟ او یک ای هو بود و ای هی است. هو چی معنی؟ مرد. و هی چی معنی؟ زن. پس ما اشاره میکنیم شما ضمیر را بگوین. و حول ولا قوه. ای هو است. بعضی مردم گفته هو. خو ای چی است؟ ای چی است؟ لا حول ولا ای انا. پی آی یک بار دیگه تکرار کنید. شما حاضر نیستین. بشنوید، ببینید، فکر کنید، بگوید، اشاره کنید. علی بگوید چی است؟ آفرین. این گروپ میگوید هو و این میگوید هی. راست بگوید چی است؟ ماشاءالله. خب یک بار دیگه بگوین. خب علی دو نفری را پرکتس کنید. کسی که 3 نفر هستند با هم گروپی زود کنید که وقت ما کم است. شما برای کی هستین؟ نه شما برای اینجا میشین. کار گروپی است نه؟ شما کمی تکچی کنید. شما پرکتس روان است. وقتی پرکتس است. استاد پرکتس ہوتا یا باره توتی با مکسوز میگفتم خنده میکرد که نگفتم یک شعر میگفتم توتی را در اخیر بگوی باز پرکتس شد انشالله. راپور شما چطور است؟ چطور بود؟ ماشاءالله. عزیزان گرامی شما این ضمائر این عادی نیستن. خب شما امی فی الحال 1295 کلمه از قرآن کریم را یاد گرفتید. فهمیدین؟ 1295 باری آمده در قرآن. فهمیدین؟ اصل قضیه ای است که شما ای را بفهمید، حقیقتی ضمائر را شما بفهمید. در قرآن امی معنی داره. فهمیدین؟ مردم میگوی قرآن کریم مشکل است. چی قسم مشکل است؟ شما کدام زبان دیگر را به ما بگوین. شما در 5 دقیقه 1295 که یعنی 1300 کلمات یاد گرفتید. انگلیسی بگوین، چینایی بگوین. چینایی خوب بسیار مشکل است. اردو بگوین، کدام زبان دیگه از خود ما و شما اینقدر به این آسانی یاد گرفته. پس آیه قرآن کریم بالکل این محکم است که ولقد یسرنا القرآن للذکر. پس کسی باشه که را یاد بگیره. چیزی که اینجا استاد محترم پرسان کردن شیخ القرآن والحدیث مولانا رسولی صاحب
کی خو چرا انتن و انتما چرا نگفتین؟ ما دیروز خدمت شما عرض کرده بودیم که ما از آسان به طرف سخت میریم. آسان را که شما امروز یاد گرفتین انشاءالله در اخیر او را یاد میگیرین. اگر بالای مردم اینقدر فشار وارد کنیم زیاد، نه آسان را یاد میگیره و نه کلش میمانه. میتود ای بکار رفته. یک موضوع دوم ای است که ما کثیر الاستعمال را اول یاد میگیریم. درست است که تثنیه در قرآن آمده، جمع مؤنثم در قرآن آمده، لیکن قلیل الاستعمال است. فهمیدین نه؟ لیکن این ضمائر هفتگانه که به شما گفتیم این کثیر شما اگر در یک روز 1295 کلمه را به کسی یاد دادین، او را یک دفعه که آوردین باز پیش خودش میره. فهمیدین نه؟ به قرآن ما اونس میگیره او میگه یخو ما میفهمیم، آسان است. تابالی که را نیفتیم نمیفهمیم که چی معنی شده. و به همه شما عزیزان ما میگویم که آسان بکنین. این امت تا که به قرآن وصل نشه و مشکلش حل نمیشه. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. آخرین امت توسط امون نسخه جور میشه که اولی امت را ساخته. عزیزان گرامی، اخیرین موضوع نکات تربیتی است که امروز به شما یک چیزی را شریک می سازیم که به همه ما شما باعث حوصله مندی شوه. در میان شما هیچ کسم نیست که او یاد گرفته نتانه، به خاطر این که الله رب العالمین به همه شما یک ذهن بسیار عالی و عظیم داده. چی قسم؟ علما میگوین، علمای طب، که هر انسان یعنی بدن هر انسان دارای 100 میلیارد حجره هست. 100 میلیارد. فهمیدین؟ و از این تعجب آور این است که هر حجره از خود مکمل سیستم است. شما میفهمین، ساینس را خواندین به این حد، مکمل یک نظام است که اساسی دی ان ای امی حجره است. شما این را میفهمین که هر حجره دارای 20,000 شاخه هست. 100 میلیارد حجره و هر حجره دارای اگر شما 100 میلیارد در 20,000 ضرب بتین، اصلا همی کلکولیتر عادی ای را حسابم کردن نمیتن. فهمیدین؟ و از این تعجب انگیز ای است که هر شاخه امی حجراتی که هست در یک ثانیه 500 بار با هم تماس میگیره. 500 بار در یک ثانیه. یعنی بالکل از حساب ما و شما ای بیرون است. فلهذا این معلوم میشه که انسان بسیار الله رب العالمین این ماشینی که بیدا دا ای عادی نیست. این کمپیوترها و این ماشینا جام میشه. ظرفیتی که یک انسان داره این بسیار بلند و عالی هست. لیکن شما میفهمین، علما ایرم گفتن که تا به حال به این پیشرفت و به امی ترقی و تکنولوژی که هست، از 5 الی 25% این ذهن انسان استفاده شده. اون از دیگره از ما و شما خو بالکل گریسبند است. این خو باز میگوین که خراب میشه، میز کاغذ پیچ است. این خو بالکل کاغذ پیچ است. ما میگوین چین زنده باد که به ما تصمیم چین جور میکنه. ما چی جور کردیم؟ شما خو بگوین که ما کمی خود بگویم که بروتا تاو بتیم که ما کدام قهرمانی کردیم. یک چیزم نداریم. یک نیکان ما و شما چیزی که کردن الله رب العالمین برشان جنت نصیب کنه. دیگه شما ببینید در این جامیجه که ششتیم، یک چیز را به ما نشان بتین که از تولید کدام از ما و شما باشه. فهمیدین؟ به این خاطر عزیزان گرامی این باقی مانده کل ذهن امو محفوظ است. فلهذا علی اگر کسی بگوید که ما خو 60 ساله شدیم، از ما خو هیچ نمیشه، از ما خو وقت رفته، هیچ نرفته.
علما ایرم گفتن که در 60 سالگی فقط 3% حجرات تخریب میشه، 97% با مو حالت خودش است. یا اگر با 50% هم برسه هم باز انسان کارآمد است. هیچ بهانه و هیچ عذر نیست عزیزان گرامی. بعضی میگوین که ولی چی کنه مغز کار نمیکنه. امی مغز خود دیگه هر جای کار میته، اینجا چرا کار نمیته؟ ولی کم حساب دلار باشه خو این قدر کار میته که باز هیچ طور کسی کنترل هم کرده نمیته. و باز در قرآن خانی کار نمیته، این مغزه خراب شده، هیچ خراب نیست. این تلقین فهمیدی؟ با می خاطر به ما و شما گفته شده که اعوذ بالله را بخوانین، این شیطان نمیگذاره. فهمیدین عزیزان گرامی؟ لیکن این سوال هی است که چیزا را یاد میگیریم از یاد ما میره. علتی وی نیست که ذهن ما کمزور است، ما کن ذهن هستیم. علتی وی است که قواعد یادگیری را ما استفاده نمیکنیم. و انشاءالله می آید در یک درس او هم می آید که چیزا چطور به یاد ما و شما میمانه، به یاد ما و شما چی قسم میمانه. فلهذا عزیزان گرامی یک مژده هست که هر یک که ما و شما توانایی قرآن خوانی را داریم الحمدلله. ولی با مثال بسیار ساده به شما بگویم، اگر در میان ما و شما به هر کسی دیگری بگوید که بسیار غبی استی، وی را دو تلقی میکنه که به ما دو زدی، لیکن هر روز خودش میگوید که ولی امی ذهن ما کار نمیکنه، یعنی غبی هستیم. به خود میگوید هیچ گپی نیست، و کسی دیگه که باز برش بگوید قارش میآید. چطور کار نمیته؟ تزو کار بگیر. امی قسم مانند دیگه عضلات است، به هر اندازه که چی می پهلوانا را نمیبینی که دستش چی قدر چی هست، او پرکتس کرده. چی کرده؟ تمرین کرده. کاغذ پیچ نیست امی قسم که بازو از استفاده نشود. هم ذهن هم امی قسم است، به هر اندازه که را بکار مندازیم با مو اندازه چی میکنه؟ ای رشد میکنه. و باز به برکت قرآن کریم خو یعنی شما تصور کرده نمیتونی که چقدر ای ذهن انکشاف میکنه. عزیزان گرامی الحمدلله ما شما دی جلسه 12 کلمه را یاد گرفتیم که در قرآن کریم 7248 بار آمده. در یک جلسه 12 کلمه که در قرآن کریم چند بار آمده؟ 7248 بار. و گراف را خو میبینی که چی قدر بالا رفته. خود در یک روز اگر انسان 7000 کلمه بیشتر یاد میگیره، این قرآن آسان است یا سخت است؟ بابا شما بگو. هیچ کورس ایجاد نشده در هیچ زبان که به این سرعت یک کسی یک چیزی را یاد میگیره. فلهذا ما شما انشاءالله به امی منوال پیش میریم و با سوالات امروز چی میخوایم، به خاطر که متصل از برنامه ما و شما یک برنامه دیگری هست. ما امروز برنامه خود را مختصر گرفتیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین اسی است که خود قرآن یاد میگیره و به دیگران میرسانه. الله رب العالمین که به ما و شما توفیق شمولیت برنامه را عطا فرموده. بهترین شکر و سپاس ای است که ما و شما ای پیام را به دیگران برسانیم. الدال علی الخیر کفاعله. عزیزان گرامی ممکن شما وسیله تغییر یک انسان شوید، شما وسیله تغییر یک خانواده شوید که در مشکلات گیر آمده. با قرآن مشکلات اونا حل میشه. درست است پول خو نداریم که بتیم، لیکن یک راهنمایی میکنیم انشاءالله. الله رب العالمین به ما و شما توفیق نصیب کنه که به نشر و پخش سلسله قرآنی و نشر و پخش انوار قرآنی ما و شما را قبول فرماید و توفیق استمرار و مداومت را به ما عطا فرماید. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم